این مصاحبه ما دوامی 4 سال سیگار میکشد. با گفته‌اش اگرچه درباره ضررهای تامباکو معلومات زیاد دارد ولی تلاش ترک آن را نکرده است. پیامدهایش را هنوز در بدن خویش احساس نکردم. همچنین هر بگاه که من از کار میروم با ورزش مشغول میشم و فکر میکنم که ضرری که به چشم میآید از سیگار و من با کمی ورزش آن را جبران میکنم. تاجیکستان سال 2013 با اعلامیه عمومی جهانی اوید به مبارزه با تامباکو همراه شده است. سال 2018 در کشور برای مبارزه با استفاده تامباکو محدودیت جاری شد و ارزش اندازه سالانه اضافه شده به محصولات تامباکو را 2 مراتب زیاد کردند. اما این تلاش ها برای مبارزه با تامباکو ضعیف عنوان می شود. مرجان موسویeva پزشک بیمارستان سینا در دوشنبه است. میگوید با وجود آنکه تاجیکستان به فهرست کشورهای بیشتر دود دهنده شامل نیست ولی اکثر بیمارانی که از درد قلب و رگ‌های خونگرد اذیت میکشند سیگار کشند. و بسیارشان فکر میکنند که سیگار کشی تنها به ارگان‌های شش و نفس‌کشی ضرر میرساند ولی بسیارشان بی‌خبر هستند که و نه تنها به شش و اینچنین به رگ‌های کرونری یعنی به رگ‌های دل به ضرر خود رسانده میتواند. با گفته متخصصان حالا استفاده سیگار و ناس میان نورسان و زنان هم یک نوع مد شده است. تامباکو کشان یکی از سبب‌های این را بالاروی نرخ سیگار می‌دانند. همین سیگار یک کتی سیگار الده که گفتید من وقتی نو سیگار کشی را شروع کردم یاد دارم که به 6-7 سامانی می‌خریدم یک کتیش را. امروز واقعا 20 سامانی شده است. از 18 تا 20 سامانی در مغازه‌ها فروخته می‌شود. بعد از با اجرا در آمدن قانون محدودیت محصولات تامباکو در تاجیکستان در سال 2011 مقدار رستوران ها و قهوه خانه های زیاد شدند که خدمات چلم کشی را پیشنهاد میکنند. این در حالی است که قانونگذاری تاجیکستان استفاده همگونه نمود تامباکو در جایهای جمعیتی از جمله قهوه خانه و طربخانه ها را منع کرده است و برای چنین قاعده ویرانکنی جریمه های بزرگ پیش بینی شده است. بنا به آمار رسمی سال 2018 در کشور حدود 9 میلیون سیگار کش است که 78% آنها را مردها و 10% زنها و 12% را نابالغان تشکیل می کنند.